صندوقچه زولبیا، سلسله فیلم تصویری. فیلم 14. وفادار، چی کم شد؟ چی دیدی؟ باغ را رنگ کردن. چی خیلی رنگ کردن؟ کی رنگ کرده است؟ نمیدانم کی رنگ کرده است. انا خودتان آمده بینید. سبز بود زرد شده است. اوه ندانکی ما باغ را رنگ نکردند. تیرماه آمده است. تیرماه آمده رنگ کرده است. تیرماهش کیست؟ رسول؟ وفادار، 4 فصل سال رو در خاطر داری؟ زمستان، بهار، تابستان، باز کدام فصل بود؟ به یادم آمد. زمستان، بهار، تابستان و تیرماه. آفرین وفادار، اکنون فصل تیرماه آمد. برای چی تیرماه میگویم؟ چون که روزها کوتاه‌تر، هوا آهسته آهسته سرد می شود. بعضاً باران، بعضاً برف می بارد. برف نمیبارد، برف در زمستان میبارد. منیژه راست است بیژن. دیروز پدرم گفت که 1 سپتامبر آغاز فصل تیرماه است. درباره تیرماه باز نقل‌های عجایب کرد. گفت که برای چی مرا خبر نکردی؟ اکنون من درباره تیرماه چیزی نمیدانم. تو غمگین مشو وفادار، ما سیمرغ را دعوت میکنیم. عالی جناب، لیکن اول میپرسیم که در فصل تیرماه برف میبارد یا نه؟ سیمرغ! دوست رویکان من در همین جایم. سلام سیمرغ، در فصل تیرماه برف میبارد یا نه؟ سلام بچه ها، شما درباره تیرماه بحث میکنید. بسیار نغز. بهار و تابستان را که دانستید، تیرماه را هم آموختن در کار. منیژه میگوید که در فصل تیرماه برف میبارد. این خطا است. در فصل تیرماه هوا کم کم سرد می شود، باران می بارد. در آخر تیرماه در کوهسار برف هم می بارد. انا گپی من درست برآمد. سیمرغ، برف مگر در فصل زمستان نمیبارد؟ درست، برف در زمستان می بارد، اما در فصل تیرماه طبیعت اول سلقین بعد سرد می شود. طبیعت به زمستان تیار می شود. آدمان از درختان میوه ها را می چینند، از میدان ها حاصل را می غندارند. درختان باشد برگشان را پرتافته اوریان و سبک می شوند. برای چی سبک می شوند؟ برای آن که استراحت کنند، دم گیرند و بهاران دوباره گل کرده برگ کشاده حاصل دهند. عجایب بود کو؟ البته عجایب. تیرماه را فصل زرین هم میگویند. یگان فصل سال اینقدر رنگارنگ نیست. ببین، در این باغ رنگ زرد، سرخ، کبود، سبز، سفید، سیاه، حتی نارنجی و خاکستری نیز هست. اگر درباره تیرماه بسیار تر دانستن خواهید، حاضر به سیر تیرماه میرویم. رفتیم. ما به سیر تیرماه میرویم. خب وفادار، نام ماه اول تیرماه را میدانی؟ نه، نمیدانم. من میدانم، سپتامبر. بله، درست گفتی منیژه. تو تماما داناچه شده ای. ماه اول تیرماه سپتامبر نام دارد. در ماه سپتامبر چه حادثه رخ می‌دهد؟ در ماه سپتامبر بچه ها شاد و خرم به مکتب می روند. 1 سپتامبر روز دانش است.
بچه ها لباس مکتبی به بر میکنند، در دست گلدسته دارند. بیژن، منیژا، شما هم به مکتب میروید؟ ما سال دیگر با مکتب می رویم. چه خیلی خوب. من شما را هر روز به مکتب گسل میکنم و پس میگیرم. باز در ماه سپتامبر قریب تمام میوه و سبزوات میپزند. دسترخوان مردم از سیب و انگور، ناک و شفتالو، خربوزه و انار پر می شود. دوست رویکان من، شما الکی می دانید که هر فصل لباس مخصوص دارد. لباس تابستان سبک و نفیس بود. در تیر ماه بچه ها لباس گرمتر می پوشند. شمالی خنک وزید. آنا، باز یک ماه دیگری تیر ماه آمد. او ک ت یا ب ر اکتبر رفتیم. سراسیمه نشوید دوست رویکان من. ما سیاحت سپتامبر را هنوز تمام نکرده ایم. انا بینید، 9 سپتامبر عید مردم تاجیکستان است. عید استقلال، روز شادی و خرسندی. از همه عیدها عید استقلال عجیب تر است. سال گذشته ما از صبح تا شام سر و تماشا کرده بودیم. بگاهی در بالای دوشنبه موشک‌های رنگارنگ درخشیدند. آره، عید مبارک است، روز استقلال. در ماه سپتامبر باز یک عید هست، عید مهرگان، عید غون داشتن حاصل باغ و میدان. این عید کدام روز است؟ 21 سپتامبر، وقتی که شب و روز برابر می شوند. شب و روز در ماه مارد برابر شده بودن کو؟ شب و روز در یک سال 2 مراتب برابر می شوند، در ماه مارد و در ماه سپتامبر. به خاطر گرفته؟ البته. انا اکنون سپتامبر را ختم کرده به اکتبر میگذاریم. انا، بارانی تیر ماه باری. واه واه، باران تیر ماه خنک بوده است. هوای تیر ماه نااستوار است. احتیاط کردن در کار که شمال نزند. رحمت به تو منیژه که چتر گرفتی، وگرنه در زیر باران خنک تیر ماه بماندیم. شما دوستان حقیقی و مهربان هستید. آفرین. اکنون یک ماه باران میبارد. نه وفادار، اکتبر روزهای آفتابی هم دارد. در این روزها دهقانان در صحرا پخته میچینند یا اینکه کشت میکنند. این را کشت تیرماهی میگویند، یعنی گندم میکارند. این صدای چیست؟ این صدای تورنه هاست. تورنه ها به کشورهای گرم می روند. بعض پرنده ها پرستو، لک لک کشور ما را ترک می کنند. این پرنده ها را موسمی می گویند. بهاران آنها برگشته می آیند. حیوان ها چی؟ آنها هم به کشورهای گرم میروند؟ نه، لیکن بعضیشان به خواب زمستانه می روند. مگر خواب زمستانه هم می شود؟ البته می شود. خواب بعضی جانوران را زمستانه می گویند. اما من در این خصوص باز نقل می کنم. مثلا سغور، یورمان و خرس 4-5 ماه در یگان گوشه خلوت در زیر برف به حضور خواب می روند. عجیب. داناچه های من، بعد اکتبر ماهی نوامبر می آید. نوامبر ماه 3 و آخرین تیر ماه است. نوامبر آستانه زمستان است. بعضاً باران، بعضاً برف و باران آمیخته می بارد.
شمال سرد می‌وزد. زاغان سیله سیله شده پگاهی ها به دشت و پشته ها میپرند. آنها در آنجا انبارچه های خود را یافته کشاده چارمغز و پیسته و بادام میخورند. چی گفتی سیمرغ؟ زاغ‌ها انبارچه ها دارن؟ بله، زاغ‌ها پرنده دانای و زیرکند. آنها در اولی تیر ماه از درختان چارمغز گرفته به هر جا برده پنهان میکنند. یک زاغ کمش 50 انبارچه دارد. در هر انبارچه 2-3 دانه چارمغز و بادام هست. هر زاغ انبارچه خودش را کشاده میخورد. جای انبارچه هایش را هرگز فراموش نمی کند. خوب زیرک بودن زاغ‌ها. از این رفتاری زاغ‌ها من در حیرت ماندم. سیمرغ باز یکان چیزی عجایب بگو. تیر ماه به من معقول شد. میدانی وفادار، در فصل تیر ماه رنگ بعضی جانوران تغییر می‌یابد. چه خیل؟ مثلا رنگ من؟ نه وفادار، رنگ تو دگرگون نمی شود، لیکن پشم بدن تو عموماً پشم تمام حیوانهای خانگی و وحشی می ریزند و بجایشان پشم تازه و بلند می سبزند که در زمستان خنک نخورند. پس رنگی کدام جانوران دیگرگون می شود؟ رنگ خرگوش در تابستان خاکستری است. در تیر ماه باشد سفید می شود. گرگروباه خرگوش سفید را در روی برف به آسانی دیده نمی تواند. خلاصه درباره تیر ماه گپ بسیار است. همین که خواندن را یاد گرفته کتابچه های بسیار می خوانید و دانشتان باز زیادتر می شود. تشکر به تو سیمرغ. ما همراه تماشابینان درباره تیر ماه بسیار چیزهای عجایب فهمیدیم و دانستیم. همین طور نه بچه ها؟ اکنون دوست رویکان من، وقتی خیر خوش هم رسید. من به دیگر جایها به نزد بچه های داناچه کنجکاو می روم که مرا منتظرند. خیر دوست رویکان من. تا بازدید سیمرغ. تو بازدید سیمرغ.